الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم. ان شاء الله سبحانه و تعالی و باذن الله ما از امروز پس باقی مانده از کتاب‌های عقیده را به شما شرح و توضیح خواهیم داد. و پیش از این که به شرح کتاب‌های عقیده بپردازیم، به شما مقدمه 10 گانه مهم را بیان می‌کنیم. این مقدمه 10 گانه خاص به علم عقیده تعلق دارد و فهمیدن و آموختن این مقدمه های 10 گانه به شما درست فهمیدن مسائل عقیدوی را آسان می کند و اینچنین به شما کمک می کند که از مسائل اختلافی با قول درست و راجح بیرون بشوید. و فهمیدن این مقدمه 10 گانه شما را از فهم غلط در علم عقیده و از فهم مبتدع در علم عقیده شما را نجات می دهد. مقدمه اول از این مقدمه های 10 گانه این است که مصادر و مشارب علم العقیده. موضوع مقدمه اول یا که یکم این است که مصدر و سرچشمه علم عقیده. هر علم مصدر دارد، سرچشمه دارد، و این چنین علم عقیده البته مصدر دارد و سرچشمه دارد و فهمیدن این سرچشمه و مصدر علم عقیده به هر یک مسلمان ضرور است تا که علم عقیده را از غیر سرچشمه و مصدرش نگیرد و تا که علم عقیده را خاص از جای ضروری و لازمی که این سرچشمه این علم است، مصدر این علم، بگیرد و بفهمد. یعنی هر یک مسلمان وقتی میفهمد که علم عقیده از کجا فهمیدنش ضرور است یا که از کجا فهمیده می شود، بعد از این راه درست را اختیار می کند. اما وقتی که شما نفهمیدید که علم عقیده را از کجا گرفته می شود، بیخبرید، نمی دانید، پس از هر کجای می توانید علم عقیده خود را کامل بکنید و سرانجام این علم هایی که از هر طرف آمده است و از مصدر یا سرچشمه علم آمده است، بدعت و خرافات را به شما جای بکند. پس بارک الله فیکم، باید دانید که مصدر و سرچشمه علم عقیده این کتاب و سنت است. کتاب یعنی کلام الله، قرآن کریم، که این سخن الله جل شأنه است، که این اولین مصدری تمام علم است و بخصوص علم عقیده. و مصدر و سرچشمه دوم علم عقیده این سنت است، سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. سنت یعنی سخنهای رسول اکرم، فعل و عملهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و اون اقرارها و تقریرهایی که کرده بودند. هر دوی این چیز، کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم،
مصدری یا که سرچشمه اساسی علم عقیده است. و بعد از این اجماع که سرچشمه اجماع هم قرآن و سنت است. یعنی اجماع هم میتواند که سرچشمه علم عقیده باشد. اما اجماع چیست؟ اجماع آن چیزی که تمام علما بر آن جمع شده اند، اتفاق شده اند، یک سخن میگویند. اجماع یعنی اتفاق علماء العصر فی مسئله ما، اتفاق کردن تمام علمای این عصر یا یک عصر، یا اتفاق علمای سلف به مانند صحابگان تابعین به یک مسئله، اتفاق شدن و جمع شدن به یک مسئله رو اجماع میگن. یعنی اون مسئله که تمام علما بر اون مسئله اجماع کردند، یعنی اتفاق کردند، اختلاف هیچ کس نکرده است، حتی یگان نفر هم. این را اجماع میگن که اصل اجماع هم از قرآن و سنت است. برای همین که اصل اجماع از قرآن و سنت است، اجماع هم سرچشمه علم عقیده است. یعنی قرآن و سنت و اجماع که از قرآن و سنت پیدا شده است مصدر علمی عقیده است. پس برادران و خواهران بزرگوارم، مصدر این علم بزرگ که از پرشرفترین علم هاست و برای تمام امت اسلام تعلیم گرفتنش واجب است و مطلوب است و ضروری است و به نهایت قدرش اعلا و بالا است. مصدر این علم قرآن و سنت و اجماع، و علما اینجوری میگن قیاس الاولا، که این مسئله قیاس اولا را به شما پایانتر یا بدتر ذکر خواهیم کرد. پس علم عقیده از همین کتاب و سنت و اجماع گرفته می شود، نه از سخن کسی، نه از فکر و اندیشه کسی، خواه این کس اولیا باشد یا که کسی دیگری باشد. در علم عقیده تنها قرآن و سنت و اجماع حجت است و سخن هیچ کس دیگر قبول ندارد. یعنی مصدر نیست، سرچشمه علم نیست، بلکه سرچشمه این کتاب و سنت است. پس برادران و خواهران بزرگوارم، شاید شما سوال بکنید که چرا در علم عقیده یا که چرا سرچشمه و مصدر علم عقیده تنها کتاب و سنت است؟ چرا تنها کتاب و سنت سرچشمه علم عقیده است؟ بارک الله فیکم، باید دانید که هر یک علم بر اصل خود، بر اساس خود باز میگردد. هر یک علم بر اساس خود، بر پیداوار خود، به اصل خود بنا می شود. پس از همین جهت برای ما فهمیده می شود که کتاب و سنت صحیح فقط کتاب و سنت صحیح سرچشمه علم عقیده است. برای اینکه اگر یک چیزی را وقتی که فهمیده نمی شود یا صفت یک چیزی را شناخته نمی شود، سه راه وجود دارد. راه اول برای فهمیدن یا شناخت یک چیز باید این چیز را ببینید. وقتی که یک چیز را می بینید، این چیز را می آموزید، تعلیم می گیرید و صفتهاش را می بینید. این یکم راه اول دیدن. راه دوم این چیز را اگر نبینید مانند و مثیل این چیز را ببینید. یعنی یک چیز را مانندش را میبینید و چیزی دیگر را به این قیاس میکنید، مانند میدید، مثیل میدید، مانندی میکنید. این راه دوم تعلیم. راه سوم این که یگان نفر به شما از یگان چیز خبر میدهد که شما با خبر یگان نفر یک چیز را تعلیم میگیرید. اصلا یک چیز را شما ندیدید اما یک نفر به شما می آموزاند، تعلیم میدهد
و خبر وی را شما باور میکنید، از خبر این انسان یک چیز را میآموزید. پس برادران و خواهران بزرگوارم، بارک الله فیکم، علم عقیده علمی است که در مسئله های غیبیات سخن می کند و در مسئله ذات الله تعالی و نامهای الله و صفتش، اسماء الله و صفات سخن می کند. پس شناخت و فهمیدن و آموختن مسئله های غیبی، یعنی مسئله هایی که غیب است، هیچ دیده نمی شود، مانندش هم را هم دیدن نمی شود. مسئله آموختن الله، مسئله شناخت الله، به این سه راه اخیره که ما آموختیم، از دو تایش آموخته نمی شود. یعنی ما الله را ندیدیم، پس الله را دیده نمی توانیم، با دیدن الله را تعلیم نمی گیریم. یا مثل الله یگان چیزی نیست که ما یگان مثل الله را بینیم، بعد از این بگیم که انا این مثل الله هست، بعد از این الله را آموزیم. اعوذ بالله، این هم ناممکن است. ما در این دنیا هیچ چیز را به الله مانند نمی کنیم. لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. هیچ چیز مانند الله نیست و الله شنوا و بیناست. پس به الله نظیری نیست، مثیلی نیست. پس بعد از این که هیچ کس به الله مانند نباشد و خود الله را ما وقتی که ندیدیم، یا ما وقتی که غیب را ندیدیم و به جنت و به دوزخ هیچ چیز را مانند کرده نتوانستیم، از کجا علم عقیده را ما تعلیم میگیریم؟ چرا که علم عقیده غیب است، هیچ کس ندیده است، دیده هم نمیتواند و به علم این آموزش علم عقیده مانندی هم نیست. به الله هیچ کس مانند نیست، هیچ چیزی مانند نیست. پس به ما یک راه میماند، راه تعلیم گرفتن سومین راه. ما گفتیم در سومین حالت که یگان نفر به ما خبر بدهد، برای خبر ما علم عقیده را برای خبر می آموزیم. به کدام خبر؟ کدام خبر؟ اون خبری که الله را به ما رساند، الله را به ما شناس بکند. الله را بهترین کسی که به ما شناس کرده است این خود ذات الله است. یعنی الله سبحانه و تعالی اعلم است و داناتر است، داناست و عالم است به نفس خودش و خودش به ما خودش را آموزانیده است. یعنی الله سبحانه و تعالی در کتابش قرآن و در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که اصلش وحی از الله است، خودش را، صفتهایش را، ذاتش را، اسماءش را به من و شما بیان کرده است و خبر داده است که هیچ کس غیر از الله به ما الله را خبر داده نمیتواند. غیر از قرآن و سنت هیچ راه برای آموختن الله وجود ندارد. پس از اینجا میفهمیم که مصدری یا سرچشمه آموزش علم عقیده تنها قرآن و سنت است. برای همین است که تنها قرآن و سنت سرچشمه علم عقیده است. انا این جواب مختصر است. یعنی علم عقیده سرچشمهش قرآن و سنت است. غیر از قرآن و سنت هیچ چیز سرچشمه و مصدری آموزش علم عقیده شده نمیتواند، چرا که علم عقیده از مسئله های غیبیات، از مسئله های شناخت الله، نام های الله، صفت های الله صحبت میکنه و یگانه راهی که ما را به این شناخت الله، به شناخت نامهایش و صفتهایش، به شناخت غیبیات، جنت و دوزخ و قیامت و حساب و کتاب و ملائکه و جن و تقدیر میبرد، یگانه راه این راه قرآن است که سخن الله است و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که این وحی است از جانب الله و اجماع علمای صحابگان و قرن اول و دوم و ثالث است که این اجماع سرچشمش قرآن و سنت است. پس این سبب است که قرآن و سنت یگانه راه برای آموزش علم عقیده می باشد.
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث گفتند که چه این حدیث را امام احمد در مسندشان و ابو داود در سننشان و طبرانی ذکر میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند الا انی اوتیت الكتاب و مثله معه. آگاه باشید که به من کتاب داده شد، یعنی به من قرآن نازل کرده شد و قرآن داده شد و این چنین مثل قرآن یک چیزی دیگر داده شد، یعنی سنت داده شد. پیامبر آشکار گفته استادند که اوتیت الکتاب، به من الله سبحانه و تعالی کتاب داد و مثل کتاب و به مانند کتاب یک چیزی دیگر داد که این چیز دوم کتاب نیست، قرآن نیست، اما چیز دوم سنتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پس بارک الله فیکم، رجوع کردن، بازگشتن به کتاب و سنت، این بهترین عمل است و این راه اهل سنت و الجماعت و منهج اهل سنت و الجماعت در فهم و آموختن علم عقیده است. پس و این چنین بازگشتن به کتاب و سنت در علم عقیده، این سرچشمه یگانگی است، سرچشمه توحید امت است و بازگشتن به کتاب و سنت در فهم عقیده توحید فهم است، توحید موضوع است و اجتماع بر حق است. و بازگشتن به کتاب و سنت در فهم علم عقیده، در آموزش علم عقیده، من شما را از تفرق بر حذر نگه می دارد. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح ذکر کردند که این حدیث را امام ابو داود در سننشان و ترمذی در سننشان ذکر کردند و ترمذی حسن صحیح میگن و ابن ماجه و حاکم و بیهقی و احمد از ابی هریره رضی الله عنه و اینچنین از انس در یک لفظ. و عموما این حدیث را تمام علما صحیح دانستند و البانی هم رحمه الله صحیح میدانند. میگن که افترقت اليهود على 71 فرقه، یهود بر 71 فرقه، به 71 گروه جدا شدند، تفرق کردند. و تفرقت النصارى على 72 فرقه، و بعد از یهود نصارا به 72 فرقه تفرقه، به 72 فرقه جدا شدند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند و ستفترق امتی على 73 فرقه كلها في النار الا واحد. و امتی من به زودی حتما به 73 فرقه جدا می شود که از 73 فرقه همه اش داخل دوزخ است، یا داخل دوزخ می شود مگرم یک فرقه. از درون 73 فرقه، از درون 73 گروهی که امت پیامبر صلی الله علیه و سلم به این گروه ها جدا می شوند، همه اش داخل آتش دوزخ می شود مگرم یک فرقه داخل نمی شود به آتش دوزخ، یعنی نجات یافته است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته شد یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من هم، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فرقه نجات یافته اینها کی هایند؟ پیامبر گفتند الجماعه، فرقه نجات یافته اینها جماعت هستند، یعنی تفریقه نیستند، اونها به حق دست جمعند. و در روایت دیگر آمده است که این روایت دیگر این چنین لفظی صحیح است هی ما علیه اليوم انا و اصحابی، فرقه نجات یافته، فرقه که
یگانه فرقه است که به آتش دوزخ داخل نمی شود و به جنت راست می رود، پیامبر گفتند اون فرقه هست که مثل من و مثل صحابگان من زندگی بکند و باشد. پس اجتماع شدن بر اون مصدر و سرچشمه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و صحابگانش بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در همون مصدر بودند و در همون سرچشمه زندگی می کردند، این بهترین عمل است و این سبب داخل شدن به فرقه ناجع می باشد. یعنی وقتی که ما در آموزش علم عقیده به قرآن و سنت چنگ میزنیم و علم خود را از قرآن و سنت میگیریم، این عملمون ما را به فرقه ناجیه، فرقه که نجات یافته است، به همون داخل میکند و این عمل ما عمل منهج اهل سنت و الجماعت است و برای همین است که ما را اهل سنت و الجماعت نامیدند. برای همین است که مذهب را مذهبی اهل سنت و الجماعت نامیدند، برای اینکه اونها به قرآن و سنت دست میزنند و جماعتند، یعنی به قرآن و سنت جمع میشوند، اجتماع میکنند، به قرآن و سنت جمع میشوند و اجتماع میکنند و تفرق، اختلاف به قرآن و سنت نمیکنند. پس این است مصدر علم عقیده. اما هر کسی بگوید که مصدر علم عقیده این چنین فلسفه هست و منطق است و علم کلام است و مثل این سخنهای زخرف القول و سخنهای بیهوده بگویند، دانید که اینها از اهل بدعتند و خرافات و ضلالتند و این گفته هایشان که علم فلسفه یا که علم منطق و علم کلام هیچ وقت مصدر و سرچشمه علم عقیده نبود و نخواهد شد. پس چرا که اهل فلسفه و اهل منطق در اکثر و غالب حال مسائل شرعی را با عقل خود و با فکر و اندیشه خود میگیرند و میسنجند و این سبب می شود که اونها مقصد دین را خوب نمیفهمند، مقصد شرع را خوب نمیفهمند و بدعت و خرافات داخل میشوند. اگر ما با رفت فلسفه و منطق و با اهل کلام برویم، هر یک کس عقیده خاص خود را پیدا میکند، هر یک کس فکر اندیشه خاص دارد، به خواست خود و به اندیشه خود یک راه را اختیار میکند و در نزد هر یک انسان یک عقیده خاصه به وجود میاد که این غلط است و این باطل است و این اهل بدعت است و این عمل اهل بدعت است. چرا که اهل سنت و الجماعت عقیده اشان یک هست، اختلاف در عقیده وجود ندارد و اونها منهجشان قرآن و سنت است و اونها فرقه ناجیه است و اهل سنت و الجماعت را ما را غیر از کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هیچ چیزی دیگر جمع نمی کند و برای همین است که قرآن و سنت مرجع و بازگشت و سرچشمه یگانه هست و غیر از قرآن و سنت به هیچ علم دیگری، راه دیگری ما همچون سرچشمه باز نمی گردیم. پس الله سبحانه و تعالی به نفسش عالم است و اعلم است، به ما از نفسش خبرهای داده است سبحانه و تعالی به واسطه وحیش و به واسطه کتابش و به واسطه رسولش و به واسطه سنت رسولش صلی الله علیه و سلم به ما خودش را و دینش را و مسائل غیبیات را آموزانیده است. چرا که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیت 113 میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انزل الله عليك الكتاب والحکمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما. الله سبحانه و تعالی
بر تو ای محمد صلی الله علیه و سلم کتاب را و حکمت را نازل کرد و تعلیمت داد. علمک، تعلیمت داد در حالتی که تو نمیدانستی، یعنی در حالتی که پیامبر نمیدانستند، امی بودند، بی خبر بودند، الله خبرشان داد، تعلیمشان داد. و کان فضل الله علیک عظیمه. و الله به پیامبر میگوید که فضل الله سبحانه و تعالی بر تو ای محمد بی نهایت بزرگ بود. حکمتی که در این آیت آمده است، علمک علیک الکتاب والحکمه، یعنی الله بر تو کتاب و حکمت را نازل کرد. حکمت در اینجا یعنی سنت است. خیلی که ابن تیمیه رحمت الله علیه و غیر ابن تیمیه رحمت الله علیه دیگر از علما ذکر کردند. در مجموعه الفتاوا اومده است، همچنین از قتاده و از شافعی ذکر شده است که در این آیت سوره نساء 113 الله سبحانه و تعالی میگوید که حکمت یعنی سنت، یعنی الله میگوید که من بر تو کتاب را و حکمت را یعنی سنت را نازل کردم، تعلیم دادم. و این چنین در آیت سوره احزاب آیت 34 آمده است که الله میگوید واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. والحکمه این چنین به معنای سنت آمده است. یا که اگر بگوییم که قرآن مصدری اساسی علم عقیده است یا که مصدری اساسی احکام است، در این حالت هم هیچ مشکلی نیست، برای اینکه الله سبحانه و تعالی در قرآنش در چندین جایش به من شما امر کرده است که الله میگه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آن چیزی که محمد صلی الله علیه و سلم رسول به شما آورده است بگیرید و هر آن چیزی که شما را از آن نهی کرده است باز ایستید. یعنی این آیت دلالت میکند که باز سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم چی است؟ حجت است. این آیت در سوره 8 و 7 است. پس قرآن و سنت مصدری تشریع و مصدری علم عقیده است. و این فهم و این علم این چنین فهمی است که تمام صحابه و تابعین به این اقرار کردند به احسان لهم. شیخ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگویند لعن الله المتنمصه، یعنی عبدالله بن مسعود میگویند که لعنت بکند الله سبحانه و تعالی چیننده قاش را، یعنی زن یا مردی که قاش را میچیند. البته چیندن قاش برای زنها حرام است. پیامبر صلی الله علیه و آله لعن الله الواسله والمستوسله لعن الله الواسمه والمستوسمه لعن الله النامسه والمتنمسه. وقتی که عبدالله بن مسعود این حدیث را میگویند که الله سبحانه و تعالی چیننده قاش را یا که چیننده اش را یا که چیناننده اش را هر دوش را لعنت کرده است، یک زنی میگوید که من کتاب الله را از سوره فاتحه تا سوره ناس کاملا قرائت کردم و در درونش این سخن را ندیدم، یعنی در قرآن من ندیدم که الله سبحانه و تعالی بگوید که چیندن قاش حرام است و بر لعنت الله گرفتار میشه. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند که اگر تو قرآن را ای زن اگر تو قرآن را خوب میخواندی و تلاوت میکردی، تو این سخن من را در قرآن میافتی. زن از عبدالله ابن مسعود سوال کرد که در کجای قرآن من این سخن تو را میافتم؟ در قرآن این سخن وجود ندارد. در مسئله قاش چیندن حرام بودن این مسئله در قرآن وجود ندارد. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه گفتند و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. الله در سوره 8 آیت 7 گفت که هر آن چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به شما آورد و امر کرد بگیرید و هر آن چیزی که نهی کرد باز ایستید. و این از نهی رسول الله است. یعنی قرآن و سنت دو چیزی هست که از همدیگر جدا نمی شود. هر کسی که قرآن را به سنت میفهمد
غلط کرده است و خطا کرده است و از زمره و از فرقه خوارج شده است. و هر کسی که سنت را به قرآن میفهمد گمراه شده است و غلط کرده است و رامیده است. پس قرآن و سنت دو چیزی هست که از همدیگر هیچگاه جدا نمی شود. قرآن سنت را و سنت قرآن را همیشه شرح و توضیح می دهد. و اینچنین امام شافعی رحمت الله علیه امام مذهب شافعی محمد ادریس الشافعی یک روز به مردم، به شاگردانشان گفتند که ان القرآن هو اصل کل الاحکام. قرآن اصل تمام احکام هاست. مسائل و تمام احکام هایی که وجود دارد اصلش قرآن است. یک مرد از امام شافعی سوال کرد و گفت که به من ای امام شافعی بگو که وقتی که یک آدم و یک انسانی که به حج رفته است و در تنش احرام دارد، لباس سفیدی که از ازار و ردا گرفته شده است در حج حاجی ها می پوشند، اگر این انسان حاجی که احرام در تنش است یک زنبور را بکشد حکمش چیست؟ و از قرآن به من بیار، چرا که تو بگفتی که تمام احکام در قرآن وجود دارد. این مسئله را از قرآن حل کن. امام شافعی به این مرد جواب دادند و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر آن چیزی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به شما آورده است بگیرید و هر آن چیزی که نهی کرده است باز ایستید. و این چنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح گفتند که خیلی که امام ابو داوود و ترمذی روایت میکنند و این حدیث از ابن سارت السلمی ذکر شده است که علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین گفتند. پیامبر میگن که بر شما واجب است که بر سنت من چنگ بزنید و بر سنت خلفای راشدین بعد از من چنگ بزنید و عضوا علیه بالنواجذ. حتی با کرسی هایتون، با دندان های کرسیتون این سنت من و سنت خلفای راشدین را سخت بگیرید. و عمر ابن الخطاب رضی الله عنه میگویند که تمام مسائل و احکام به قرآن گردانیده می شود. یعنی وقتی که صحابگان و علما قرآن می گفتند، این چنین در زیر قرآن سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ذکر می کردند. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله را اطاعت کنید و رسول الله را اطاعت بکنید. ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ای اونانی که ایمان آوردید اگر به یگان مسئله اختلاف بکنید به قرآن یا که به الله و به رسولش بازگردید. همه این سخنهای الله و این چنین سنتهای رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما می آموزاند که اصل و سرچشمه و مصدر علم عقیده این قرآن و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می باشد که امروز در بین من شما وجود دارد. قرآن هم وجود دارد، سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد. یعنی مختصرا اصل و مصدر و سرچشمه علم عقیده قرآن و سنت است و هر آن چیزی که به قرآن و سنت باز میگردد به مانند اجماع. بارک الله فیکم. و فهمیدن این قاعده به من و شما به نهایت فایده های زیاد می آورد و یکی از فایده هایی که می گیریم این است که اهل بدعت رو ما می آموزیم، چرا که اهل بدعت عقیده اشون اصلش از قرآن و سنت نیست. اکثر و بسیارترین اهل بدعت رو وقتی که شما خوب مشاهده می کنید ببینید که اونها عقیده اشون از کجا گرفته شده است. عقیده اونها از تاریخ معتبر یا غیر معتبر گرفته شده است، از قصه و افسانه، یا که از دهان ایشان یا که فلان ملا یا کسی دیگر. این دلالت می کند که اونها غلط کرده اند، چرا که ما علم عقیده را تنها از قرآن و سنت نص قاطع ثابت صریح و صحیح می گیریم. بارک الله فیکم و وفقكم الله بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حلقة عنده
مقدمه دوم را به شما بیان خواهیم کرد.